زنان و دختران مسلمان تاجیک، شما برای چند لحظه و چند تماشابین شده رفت و شرفتان ارزان کردگید. این کاری که شما میکنین نافرمانی خدا و پیامبر خدا میباشد، در حالی که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد آگاه کردند. دو گروه از اهل دوزخند تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنانی هستند که لباس دارند ولی گویا عریانند، گمراهند و دیگران را هم گمراه میکنند. آنها به بیش داخل نمیشوند و حتی بوی آن را هم احساس نمیکنند. این سخنان برای شوخی نیستند، این آگاهی سخت است. شما فکر میکنین که این تنها ماده است، تنها نمایش است، اما در حقیقت این قدم به سوی گمراهی است. هر کسی که شما را میبینه و به گناه میافتد، حصه گناهش به شما هم میرسد. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: هر کس به کاری بد راهنمایی کند، گناه آن و گناه کسانی که به آن عمل میکنند به او میرسد. آیا میارزد که برای چند ثانیه دقت مردم خود را به چنین خطر گذارید؟ به خود بیایید، عزت خودتان نگاه دارید. زیبایی در پوشش، در حیا و در عفت است، نه در نشان دادن زیبایی و قد و قامت در بین مردان فاسق و چشمچران. پیش از آن که دیر شود بازگردید، به سوی پروردگارتان بازگردید. خطابم به آن شخصان بی‌ناموسی که این محفل ها را تشکیل میکنند و فرهنگ مردم غیر مسلمان در جامعه ما مسلمانان جاری میکنند این است که شما پیروان دجال و شیطان در روی زمین هستین، پهن کنندگان فحشا و بی‌حیایی در جامعه هستین. و شما یک سوال دارم: آیا شما در همین فیلم محفل ها زن، خواهر و یا دختران خودتان به نمایش میبرارین تا دیگران تماشا کرده لذت برند؟ اگر مردین صادقانه جواب دهید.